با نام و یاد خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانش آموزان پایه دهم در رشته تجربی و رشته ریاضی. رسیدیم به آخرین مبحث کتاب، بحث علم آمار، جامعه و نمونه. خب با امید به این که مباحث جلسه قبل رو به خوبی فرا گرفته باشیم، این مبحث رو با هم آغاز میکنیم. مقدمتاً بریم سراغ تعاریف اولیه‌ای که مربوط به این مبحث است. ابتداءً از تعریف آمار و علم آمار شروع میکنیم. آمار مجموعه از اعداد، ارقام و یه سری اطلاعات. ما بهش میگیم چی؟ آمار. خب بحث آمار توی مسائل روزمره هم ازش استفاده میکنیم. گاهی وقتا شما میتونید راجع به یه موضوع یه سری اطلاعات کسب کنید، به زبان مخابره‌ای خیلی راحت به دوستاتون میگین که من باید برم آمار این مطلب رو در بیارم یا آمارش رو در بیارم تا اطلاعات کافی از این موضوع پیدا کنم. همون مجموعه از اعداد و ارقام و اصطلاحاً و اطلاعات ما بهش میگیم آمار. اما علم آمار مجموعه از یه سری روش هاست. شامل چی؟ اینکه چطوری ما اعداد و ارقام رو بیاین جمع آوری کنیم، چجوری سازماندهیشون کنیم یا نمایششون بدیم که این نمایش معمولا به صورت نمودار هست، بعد بیایم تحلیل و تفسیرشون کنیم و در نهایت هم نتیجه گیری هست دیگه، یا پیش بینی در مورد اون پدیده‌ای که قرار بوده راجبش تحقیق انجام بدیم. به عنوان نمونه مثلا شما اگر بخواید تشریف ببرید مسافرت، خب اولین کاری که میکنیم برید سراغ اخبار راجع به هواشناسی یه سری اطلاعات کسب میکنید در مورد اینکه مثلا میزان دما در اون شهری که قرار هست شما مسافرت کنید چقدر هست، بحث رطوبت چجوری هست و اصلا پیش بینی وضع هوا راجع به اون منطقه چطوری بوده، قبلش چطوری بوده، وضعیت راه‌ها رو میسنجید و یه سری اطلاعات کسب میکنید. همینجوری بدون مقدمه شما قطعا به سفر نخواهید رفت و هر چقدر هم که شما اطلاعات دقیق تر باشه سفر بهتر قطعا خواهید داشت و قطعا تصمیم خیلی بهتری برای مسافرتتون خواهید گرفت. پس آمار چی شد؟ مجموعه از اعداد و ارقام اطلاعات. اما علم آمار روش هایی هست که شما میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید، تجزیه و تحلیلش رو کنید و در نهایت یه نتیجه گیری خوب داشته باشید. اولین کار در کلاسی که توی زمین شما دارین سوال پرسیده که یه مثال هایی بزنید راجع به تصمیم گیری یا پیش بینی هایی که بر اساس اعداد و ارقام باشه. خب مثال که فراوون هست، اون تو فقط یکی دو نمونه اینجا ذکر کردیم. مثلا تصمیم گیری برای انتخاب دانشجوی نمونه یا مثلا دانش آموز نمونه، خب شما قطعا باید برای یه سری اطلاعات کسب کنید. یا مثلا تصمیم برای کشت درخت نخل با توجه مثلا به چی؟ میزان محصولی که بهتون میده. قسمت دوم چی هست؟ شما خواسته گفته مراحل علم آمار چی هست؟ خب چند بار تاکید کردیم. اولین گام چی بود؟ جمع آوری اعداد و ارقام بود که اصطلاحاً بهش دادم میگن. قسمت دوم سازماندهی و نمایش ایناست. بعد چیه؟ تحلیل و تفسیر و در نهایت هم چیه؟ نتیجه گیری. خب سوال سوم گفته با در نظر گرفتن اخبار هواشناسی مراحل علم آمار رو گفته تکمیل کنید. قسمت دومش که خودش تکمیل کرده، یعنی بحث سازماندهی و نمایش رو خودش گفته دیگه. گفته برای که تو بحث اخبار هواشناسی بخوایم مراحل علم آمار رو تکمیل کنیم، گام دوم سازماندهی و نمایش آمار مربوط به دمای هوا، میزان رطوبت و بارش چیه در ایستگاه‌های هواشناسی است. گام اول که چی بود؟ همیشه جمع آوری اطلاعات ما هست. گام سوم که تحلیل و تفسیر آمار هواشناسی هست، اون بحث مثلا مربوط به هواشناسی هست. و گام آخر هم که نتیجه گیری بود دیگه، در واقع یه جورای پیش بینی و تصمیم گیری بکنید راجع به چی؟ وضعیت هوا در روزهای آینده. قسمت بعد هم که گفته تفاوت علم آمار و خود آمار چیه که اینجا آورده شده، همون تعریفی هست که
بهش اشاره کردیم. سوال 5 گفته مدیر یک کارخانه برای پیدا کردن تعداد لامپ‌های معیوب تو ماه آینده قرار تحقیق آماری انجام بده. خب برای این کار میاد تعداد لامپ‌های معیوبش رو تو چند تا روز جمع‌آوری میکنه. تو جدول داره میبینید دیگه چند روز بوده، طی 5 روز بوده. روز اول 50 تا معیوب بوده، بعد 70 تا، 90، 120 و در نهایت روز پنجم 180 تا لامپ معیوب داشته. گفته بر اساس این داده ها در واقع همون اطلاعاتی هست که به دست میاریم ما. جمع‌آوری اطلاعات قسمت ابتداش ما بهش میگیم داده. الف گفته که روند تغییر اعداد ارقام نشون دهنده چه چیزیه؟ خب تابلو دیگه. شما ردیف دوم اگر نگاه کنید بحثمون چی بوده؟ تعداد لامپ‌های معیوب مثلا به طور سعودی داره افزایش پیدا میکنه. پس افزایش چی هست؟ تعداد لامپ‌های معیوب. چه چیزی به عنوان آمار هست؟ خب همون اعداد ارقام یا داده ها هست دیگه. گفتیم اعداد ارقام اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ آمار یا همون اطلاعات که الان همون اعدادی هست که توی ردیف دوم هست. بعد چه تصمیمی قراره بگیره؟ یعنی همون گام چهارم چی بود؟ نتیجه گیری و تصمیم بود دیگه. بر اساس علم آمار چه نتیجه میگیره؟ باید خط تولید رو متوقفش کنه یا ادامه بده که کاملا مشخصه، چون لامپ‌های معیوب همچنان داره افزایش پیدا میکنه. بهتر هست که این خط تولید رو متوقف کنه. و اما شماره 6 گفته کدام جمله درست یا نادرست است؟ اولین گام در استفاده از علم آمار چی هست؟ جمع‌آوری دوتا هست که کاملا درست هست. پیشبینی و تصمیم گیری برای آینده نتیجه استفاده از علم آمار هست. این هم که کاملا درسته. بعد گفته علم آمار همون اعداد ارقام. اینا چیه که نادرسته؟ در واقع اعداد ارقام همون چی بودن؟ آمار بودن، نه علم آمار. خب بحث بعدی ما جامعه و چی هست؟ نمونه. قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، یکی از کاربردهای علم آمار در زمینه علوم پزشکی رو تو فعالیت بعد خواهیم دید. راجع به بحث چاقی هست. نمیدونم اطلاعاتی توی زمینه دارید یا نه. ما یه موضوع داریم، شاخص توده بدنی یا همون BMI Body Mass Index هست که مشخص میکنه افراد، اینا یه در واقع استاندارد بین المللی هست که وضعیت چاقیشون رو مشخص میکنه. داستانم که از این قرار هست که شما باید بیاید در روش محاسبه وزن شخص رو به کیلوگرم تقسیم بر مربع قد اون شخص میکنید. مثلا اگر وزن یه نفر 100 کیلو باشه، قدش 1.74 متر، اینو تبدیلش میکنید اگر به سانتی متر و به متر، پس 1.74 به توان 2 توی مخرج، صورت هم که وزن شخص به چی هست؟ به کیلوگرم. خب به یه عدد ما میرسیم. یه عدد رو بهش میگیم شاخص توده بدنی که باید یه جدول استانداردی داریم، طبق اون جدول مشخص میکنه که شخص وضعیت بدنیش چجوری هست. عددی که الان داریم 33.2 هست. حالا در جدول نگاه کنید ببینید وضعیتش چجوری هست. خب توی این جدول بچه‌ها اگر شما نگاه کنید، عددی که به دست میاد در واقع توی این بازه قرار داره، یعنی از 30 هست تا 34.9. پس ایشون چاق هست و چاقیش هم از نوع چی هست؟ درجه 1. خب اگر ما نیاز باشه که بخوایم بررسی کنیم وضعیت سلامت افراد یک شهر، یکی از روش‌هاش چی هست؟ این است که بیایم ما کل افراد اون شهر رو در نظر بگیریم و وضعیت سلامت یا چاقیشون رو مورد بررسی قرار بدیم. ما به این کار اصطلاحاً میگیم چی؟ سرشماری. یعنی باید بریم مطالعه کنیم روی تک تک افراد. خب این سرشماری یه سری مشکلات داره که مقرون به صرفه نیست، هزینه بره، زمان زیاد میبره و اصلا ممکنه که در دسترس نباشن همه افراد. خیلی مشکلات زیاد داره. به همین دلیل ما معمولا این کار انجام نمیدیم، میایم بخشی از افراد شهر رو انتخاب میکنیم و وضعیت سلامتشون رو چک میکنیم، اون رو تعمیمش میدیم روی اعضای جامعه. خب حالا پس تعریف جامعه یا جمعیت چی هست؟ مجموعه تمام افراد یا اشیایی که درباره یک یا چند تا ویژگیشون که تحقیق انجام بدیم، ما اصطلاحاً بهشون میگیم چی؟ جامعه آماری. هر یک از افراد یا اشیا اصطلاحاً بهش میگن چی؟ اعضای اون جامعه. پس تعریف جامعه آماری شد چی؟
مجموعه از افراد یا اشیا که میخوایم یه تحقیق راجع بهش رو انجام بدیم، یا مجموعه از افراد یا اشیا که حداقل دارای یه صفت مشترک باشن. اینا اصطلاحاً میگیم جامعه آماری. مثل چی مثلا جامعه دانش آموزان یک شهرستان یا مجموعه مؤدبیران ریاضی یک استان، اینا تشکیل جامعه آماری میدن. خب توی جامعه آماری تعداد اعضایی که درش قرار دارن ما اصطلاحاً بهش میگیم اندازه یا حجم اون جامعه. پس تعداد اعضای جامعه رو اصطلاحاً میگن چی؟ اندازه جامعه یا چی؟ حجم اون جامعه. توی قسمت قبل توضیح دادم که سرشماری یه سری مشکلات داشت، به همین دلیل ما میایم زیر مجموعه از افراد اون جامعه رو انتخاب میکنیم. اون زیر مجموعه رو اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ نمونه. پس نمونه در واقع چی هست؟ هر زیر مجموعه از جامعه آماری رو ما اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ نمونه، یا اون بخش از جامعه که برای مطالعه میخوایم چیکارش کنیم؟ انتخاب کنیم. خب طبیعیه که هر یک از اعضای نمونه هم بهش میگیم عضو نمونه دیگه. همونطوری که جامعه حجم داشت یا اندازه داشت، نمونه هم چی داره؟ تعریف اندازه داره. میشه دقیقا هم چیزی که توی جامعه داشت، یعنی تعداد اعضای نمونه رو میگیم چی؟ اندازه نمونه. خب اولین تمرینی که اینجا داریم گفته که در مورد کیفیت محصولات تولیدی یک کارخونه تحقیق میخوایم انجام بدیم. برای منظور از تعداد کل قطعات، دقت کنید توی کارخونه که چند تا از 10,000 قطعه هست 100 تاشو انتخاب میکنیم. گفته با توجه به اطلاعات این جدول رو تکمیل کنید. خب جامعه چیه؟ اندازه جامعه، نمونه، ویژگی مورد بررسی چیه؟ خب جامعه ما چی بود؟ کل قطعات تولید شده. اندازه‌اش چقدر بود؟ 10,000 تا. نمونه چقدر بود؟ 100 تایی بود. و ویژگی که میخواد مورد بررسی قرار بدی چی بود؟ کیفیت محصول دیگه. از همون ابتدا خودش گفته نگاه کیفیت محصولات تولیدی. قسمت دو یا سوال دوم، درستی یا نادرستی جملات رو میخوایم بررسی کنیم. گفته اندازه جامعه کمتر از نمونه است که این که کاملا نادرسته، چون نمونه زیر مجموعه از جامعه آماریه. پس قسمت ب گفته نمونه زیر مجموعه از جامعه آماری است، این درسته. قسمت ب هم که اعضای نمونه گفته همان اعضای جامعه است، که اشتباه هست. در واقع بخشی از همان اعضای جامعه هست، همه اعضای جامعه نیستن. اگه کلمه همان رو منظور بگیم همه اعضای جامعه است، میشه نادرست. تعریف بعدی بچه‌ها تعریف متغیر هست و مقدار متغیر. متغیر در واقع یک ویژگی هست از اعضای جامعه که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. پس هر بحثی تو جامعه آماری که شما میخواین مورد مطالعه قرار بدیم ما اصطلاحاً بهش میگیم متغیر. دلیلش هم مشخص متغیر، چون قطعاً از یه عضو به عضو دیگه تغییر میکنه. خب ما به یه متغیر قطعاً یه عددی نسبت میدیم، اون عدد رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ مقدار متغیر. مثلا شما اگر بخواید وضعیت میوه های یک باغ مورد بررسی قرار بدین، خب خیلی صفت هست که بخواید راجبش تحقیق کنید. همون چیزی که الان برای شما توی کتابم آورده، اگر بخواید راجع به میوه های هلو توی یک باغ مورد بررسی قرار بدین، چند تا مطلب هست. یکیش مثلا چی هست؟ وزن اون میوه هست، یکی کیفیت اون میوه. پس اینا چی هست؟ متغیرن. دلیلش هم واضح هست دیگه. شما وزن که کاملا مشخصه، کیفیت هم مشخصه. از یک میوه به میوه دیگه حتما اینا چی هستن؟ قابل تغییرن. به همین دلیل به اینا میگیم، به وزن و کیفیت میوه ما اصطلاحاً میگیم چی؟ متغیر. به عنوان مثال چیزی هم که برای شما آورده الان، وزن هلو که متغیر هست، مقدارش نوشته 200 گرم و کیفیت هم 3 نوع براتون نوشته دیگه. درجه 1 داریم، درجه 2 داریم و چی؟ درجه 3. پس به وزن و کیفیت ما اصطلاحاً میگیم متغیر برای چی؟ این میوه. خب متغیر که بچه‌ها تعریفش متوجه شدیم، اما خود این متغیر دو نوع داریم ما اصطلاحاً. بعضی از این متغیرها هستن که قابل اندازه‌گیری هستن، بعضی از متغیرها هستن که قابل اندازه‌گیری نیستن. اونایی که قابل اندازه‌گیری هستن ما اصطلاحاً بهش میگیم متغیرهای کمی، و اونایی که قابل اندازه‌گیری نیستن بهشون میگیم چی؟ متغیرهای کیفی. مثلا متغیرهایی که قابل اندازه‌گیری هستن یعنی کمی هستن، مثل چیه؟ نمونه مثلا قد یا چی؟ یا مثلا وزن.
اینا قابل اندازه‌گیری هستند. اینا میگن متغیرهای چی؟ کمی. اما متغیرهایی که قابل اندازه‌گیری نیستن بهشون میگیم کیفی. مثل چی؟ مثلا رنگ چشم، اینا قابل اندازه‌گیری نیست دیگه. گروه خونی قابل اندازه‌گیری نیست. یا مثلا سطح سواد، باسواد، بی سواد، اینا چی هن؟ متغیرهای کیفی هن، چون قابل اندازه‌گیری نیستن. در واقع با عدد و رقم بیان نمیشن. هر کدوم که با عدد و رقم بیان شد ما اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ کمی. پس تعریف متغیرهای کمی چی شد؟ اونه که چی هن؟ قابل اندازه‌گیری هن. نمونه‌هاش هم چی بود؟ تعداد فرزندان یک خانواده یا وزن افراد. و اونایی که قابل اندازه‌گیری نیستن بهشون میگیم چی؟ کیفی. مثل چی؟ گروه خونی یا مثلا میزان لذت بردن از آشپزی. اگر اینو از شما بپرسن میزان لذت، مثلا کم، زیاد، متوسط، اینا چی هن؟ بهش میگه متغیر کیفی، چون قابل اندازه‌گیری نیستن. کار در کلاس اول اگر ببینیم گفته در این شکل الف تعداد مسافران یک قطار چه نوع متغیریه؟ خب طبیعیه این کمی هست دیگه. مثلا یادتون باشه هرچی با تعداد بیان میشه قطعا جوابش چیه؟ یه عدد هست دیگه، پس قطعا میشه کمی. اقوام ایرانی، خب اقوام ایرانی چی هن؟ کیفی هن، قابل اندازه‌گیری نیست. قد فرد چیه؟ کمیه. باز میخوام اقوام ایرانی چی بود؟ کیفی بود، چون قابل اندازه‌گیری نیست. یا جنسیت افراد، خب یا مذکره یا مؤنثه، پس چی هست؟ کیفیه، با عدد و رقم که بیان نمیشه. خب قسمت دوم گفته نوع متغیرات دوباره بگین. انواع هواپیما چند نوع داریم؟ خب مسافربری، باربری، جنگنده است. خب این کیفیه دیگه. مدت زمانی که طول میکشه از خونه برسیم مدرسه، خب با عدد بیان میشه دیگه، پس چیه این؟ کمی هست. رنگ چشم که چی هست؟ گفتیم کیفیه، چون قابل اندازه‌گیری نیست. و نمونه های دیگه اگر از شما بپرسن موی شما چه رنگیه، نوع متغیرمون چی هست؟ کیفی هست، چون بحث رنگ هست. وزنتون چه عددیه؟ نوع متغیر چی هست؟ کمیه، چون با عدد و رقمه. چقدر از تماشای فوتبال لذت میبرید؟ خب این هم چیه؟ کیفیه، چون جواب که میدین مثلا به صورت خیلی، کم، زیاد، این شکلی هست، پس قابل اندازه‌گیری نیست. خب بچه ها متغیرهای کمی دو نوع ما داریم. برای اینکه بهتر بفهمین بیاین با همون فعالیت کتاب خودتون شروع کنیم. گفته که از مادر یک خانواده میپرسید چند تا فرزند داریم. خب شما چه جوابهایی انتظار دارین بشنوید؟ یکی از ایناست دیگه، 0، 1، 2، 3 و الی آخر. اما اگر شما بپرسن قدتون چند سانتی متره، بعضی از جوابها ایناست: 150، 170، 159 یا چیه؟ 160 و نیم مثلا. خب یه تفاوت اساسی بین این قسمت 1 و 2 وجود داره. اون تفاوت اساسی چی هست؟ تو قسمت اول نگاه کنیم بحث تعداد هست. حالا درسته اینا هر دوش با عدد و رقم بیان میشه، اما تو قسمت اول شما اگر 2 تا عدد داشته باشین، یعنی مثلا به شما بگن تعداد اعضای خانواده ما 5، یکی بگه مثلا 2، بین 2 و 5 همه عددا نمیتونن تعداد اعضای خانواده باشن، چون ممکنه چی باشه؟ عدد اعشاری باشه. اما تو بحث قد شما اگر 2 تا عدد بهتون بدن، مثلا یه بازه بهتون بدن، قد افراد یا وزن افراد مثلا بگن 46 تا 75، این بازه‌ای که داره میبینید، هر عددی که توی این بازه قرار داره میتونه جواب شما باشه برای پرسش این که میزان وزن شما چقدره. پس به طور خیلی ساده اگه بخوام براتون بگم تفاوت توی متغیرهای کمی که 2 نوع هست، اونایی که با تعداد بیان میشن حتما متغیر کمی گسسته هستن، یعنی به صورت اعشار هیچ وقت بیان نمیشن، و اونایی که با اعشار میتونن بیان بشن ما اصطلاحاً میگیم کمی پیوسته. پس ما 2 نوع متغیر کلی داشتیم، یکیش کمی بود یکیش کیفی. کمی ها کدوم ها هستن؟ حالا از این بعد گفتیم 2 نوع داریم دیگه. کدومان؟ یکی اونایی هستن که اگر 2 مقدار آ و ب رو اختیار کنن، هر مقدار، دقت کردین، هر مقدار بین اونا میتونن اختیار کنن. این یعنی چی؟ یعنی قطعا عدد اعشاری هم جزشونه. و یه سریشون هستن که اگر 2 تا مقدار اختیار کردن، هر مقدار بین اونا رو نمیتونن اختیار کنن.
این همون چی بود؟ گسسته ها بودن. مثل چی؟ تعداد اعضای خانواده. مثلا اگر یکی گفت ما 2 تا بچه داریم، یکی گفت 3 تا، بین 2 و 3 شما هیچ عددی نخواهید شنید. پس ما اصلا اعشار نداریم. وزن یکی از اون متغیرهای کمی پیوسته است چون عدد اعشاری داره. و تعداد اعضای خانواده چی؟ متغیر کمی گسسته است. پس تعریف متغیر پیوسته چی بود؟ هر 2 مقدار آبی رو اختیار کنه، هر مقدار بین اینان چیه؟ میتونه اختیار کنه. مثلا دانش آموزی که وزنش 46 تا 47 باشه، هر عددی هم که بین این دوتا باشه میتونه به عنوان جواب وزن شما چقدره میتونه باشه، چون اعشاری هم هست. اما متغیرهای گسسته فقط چی هستن؟ اونایی که پیوسته نباشن. معمولا عمدتاً هم چی هستن؟ همش با تعداد بیان میشن. اینا بهش میگیم متغیرهای گسسته، یعنی مقدار اعشار ندارن. خب این کار در کلاس گفته جای خالی رو تکمیل کنید. برای این خودروی تیبا که داره میبینید، تیبا 1، گفته سرعت خودرو چیه؟ سرعت چیه؟ یه متغیر پیوسته چون مقدار اعشاری هم داره و متغیر کنه الان چی هست؟ 120 کیلومتر بر ساعت. گفته میزان مصرف بنزینش چیه؟ بازم چیه؟ پیوسته هست چون بازم مقدار اعشار داره. هر 100 کیلومتر چند تا؟ که البته توی خود کتاب نوشته بود 8 تا. اما تعداد سرنشینان متغیر کمی گسسته هست که 4 تاست و عدد اعشاری نداره. خب چند تا مثال با هم حل کنیم. تعداد ماهی‌های یه دریا چی هست؟ گسسته است. نگاه کنیم با تعداد شروع شده. مدت زمانی که طول میکشه پیوسته است چون اعشار هم داره. وزن افراد پیوسته است چون اعشاری میشه. باز با تعداد شروع شده. تعداد دانش آموزان چی هست؟ کمی گسسته. باز توی این جدول قد شما چه عددیه؟ خب نوع متغیر میشه کمی پیوسته. وزن کمی پیوسته است. تعداد گفتیم گسسته است. باز وزن پیوسته. شاخص توده بدنی دیدیم که عدد اعشاری بود، پس با عدد و رقم هم بیان میشه، پس این هم کمی پیوسته است. ارتفاع شانه یوز پلنگ، بازم چون بحث ارتفاع و طول عدد اعشاری میتونه داشته باشه، این هم چیه؟ کمی پیوسته. حالا بچه‌ها بیام سراغ متغیرهای کیفی. متغیرهای کیفی هم بچه‌ها چند نوع داریم. یعنی با اینکه متغیرهایی داریم که قابل اندازه‌گیری نیستن، یعنی با عدد و رقم بیان نمیشن، اما 2 نوعن. بعضی از اونا درشون یه جورای ترتیب بچه‌ها به کار رفته. سطح سواد یا میزان سواد شما اگه در نظر بگیرید، یه جورای ترتیب انگاری درش به کار رفته. مثلا اول ابتدایی، بعد راهنمایی، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه کارشناسی و کارشناسی ارشد و به این شکل. اینا ما اصطلاحاً بهش میگیم متغیرهای کیفی ترتیبی. اگر هم درش ترتیب به کار نرفته باشه، ما اصطلاحاً بهش میگیم اسمی. مثلا گروه‌های خونی، هیچ ترتیبی درش به کار نرفته. پس متغیر ما چی بودن؟ دوباره چک کنیم. کمی، کیفی. کمی ها رو گفتیم که 2 حالت داریم. کیفی ها به همین شکل هست. بعضی هاشون بدون ترتیب هست، بعضی هاشون دارای ترتیب طبیعی هست. بدون ترتیب ها مثل گروه خونی مثلا یا رنگ چشم. دارای ترتیب میزان لذت بردن از آشپزی هست دیگه. اگر ترتیب درش به کار ببرن، مثلا بگن خیلی زیاد، متوسط، کم و غیره، نوع ترتیب درش هست که ما بهش میگیم متغیر کیفی ترتیب. پس متغیر ترتیبی چی شد؟ درشون نوع ترتیب طبیعی هست مثل سطح سواد که دیپلم، فوق دیپلم و غیره است که اشاره کردیم، و متغیر اسمی هم که غیر ترتیبی هست دیگه، مانند چی؟ مثلا جنسیت، زن یا مرد، ترتیب اصلا درش به کار نرفته، پس اینا میگن کیفی اسمی. کل مطالبی هم که تا الان گفتیم اگه طور خلاصه توی نمودار ببینی به این شکل هست. متغیرها کمی کیفی، کمی گسسته پیوسته، کیفی هم ترتیبی هست و اسمی. بریم سراغ کار در کلاس. گفته جنسیت افراد چی هست؟ خب متغیر اسمی هست دیگه. بعد مقام هایی که ورزشکار به دست میاره چی هست؟ کیفی ترتیبیه چون درش ترتیب به کار میره دیگه. میگه مقام اول، دوم، سوم و چی غیره. یا گفته میزان علاقه شما به خورش قیمه، اگه ازتون سوال بپرسن چجوری هست براتون هم مشخص کرده. دقت کنید، بسیار زیاد، متوسط و غیره. اگه به این فرم شما بخواید جواب بدین، اینا رو میگن چی؟ ترتیبی. و اما تمرینات، میخوایم جای خالی رو تکمیل کنیم. مراحل رشد
یک انسان، نوزان، کودک، این ترتیبی هست. نژاد افراد که اسمی هست چون درش ترتیب به کار نرفته. رنگ مو باز اسمی هست چون ترتیب نداریم. و کیفیت هم که ببینید درجه 1 داره میگه درجه 2 درجه 3، پس درش چی به کار رفته؟ نوعی ترتیب هست. تمرین 2 باز نمونه های بیشتر. میزان بارندگی چیه؟ کمی پیوسته. نوع بارندگی باران و برف کیفی هست چون قابل اندازه گیری که نیست. تعداد شهرها ببینید با تعداد بیان شده، کمی گسسته است. میزان دما کمی ولی پیوسته است چون اشعار درش به کار میره. شدت آلودگی دقت کنید گفته زیاد، متوسط، کم، ترتیب توش به کار رفته. و انواع وضعیت هوا، آفتابی، ابری، بارانی، این که ترتیب درش به کار نرفته دیگه، پس این میشه کیفی اسمی. شدت بارندگی بازم نگاه کنید زیاد، متوسط، کم، یعنی وقتی قرار بارندگی بشه ابتدا مثلا از کم شروع میشه متوسط یا زیاد یا برعکسشه، پس انگار نوعی ترتیب درش به کار رفته. و اما تمرین 3 هم که باز از لحاظ کمی کیفی گسسته و اینا گفته تکمیل کنید که کاملا دارین میبینید دیگه، راجع به اینا من توضیح نمیدم، خیلی ساده است. سوال 6 هم گفته جامعه و نمونه تعریف کنید که اینا گفتیم توی متن کتاب تعریفش چی هست. تمرین 7 هم که یه جامعه فرضی به شما داده از ارقام از 1 تا 20 اینجا براتون نوشته، بعد یه بخشش هم مشخص کرده به عنوان نمونه. گفته اندازه جامعه چقدره؟ خب تعداد عضواش میشماریم 20 تاست. اندازه نمونه خب توی این کادر سبز رنگ بشماریم 5 تاست. اعضای نمونه چیه؟ همونه که داخل کادر هست که 4 9 10 13 و چی هست 14. و آخرین تمرین هم شماره 8 باز یه جدول به شما داده که اینو بارها و بارها تکرار کردیم. وزن یک هلو، کیفی کمی پیوسته، کیفیت هلو ترتیبی هست، طول بدن کمی پیوسته است چون اشعار داره، اقوام ایرانی کیفی اسمی هست چون درش ترتیب نداریم، وضعیت آب و هوا کیفی اسمی هست چون اصلا اینجا مشخص نکرده وضعیتش چجوری هست، دمای هوا مشخص میتونه اشعار داشته باشه کمی پیوسته، و فشار هوا به همین ترتیب کمی چی هست؟ پیوسته. درس ریاضی 1 در همینجا به پایان رسید. خب انشاءالله که سال تحصیلی جدید رو به خوبی به پایان ببرید و نمره خیلی خوب در امتحان پایانی کسب کنید. عرایزم رو من با 2 بیت شعر تمام میکنم. میثاق معلم همه جان باختن است، بی خود شدن و به غیر پرداختن است. خود مظهر عشق است به دریای وجود، کارش چو صدف به سینه در ساختن است. خدا یار و نگهدار همه شما.